بیا یه ترکیب خفن بهت یاد بدم که کنار مرغت سرو کنی و از طعم بی‌نظیرش لذت ببری. فکر می‌کنم این غذا برای شهرهای جنوبی کشورمون باشه، مجلسی طور و مهمان پسند. نخود رو که از شب قبل خیس کردیم میذاریم بپزه. مرغ رو با نمک و زرچوب مزه‌دار می‌کنیم و سرخش می‌کنیم. برای سس مرغ هم پیاز رو رنده میکنیم و داخل روغن تفتش میدیم. زرچوبه و روب گوجه هم اضافه میکنیم و مرغای سرخ شده رو میچینیم. آب نخود به همراه ادویه ها و میذاریم 1 ساعت بپزه. برای حشوی کنار مرغ پیاز رو خلالی میکنیم و داخل روغن تفتش میدیم. زرچوبه و روب گوجه و میذاریم حسابی تفت بخوره. نخودهای پخته شده هم به همراه ادویه ها و زعفران اضافه میکنیم و میذاریم روی شعله ملایم تا حسابی طعم ها به خورده هم برن. این ترکیب رو میتونید لابلای برنج بریزید یا